یک تا خودتون چند تا سامبوسه همبروی میخورید؟ این بی پولی هم خیلی. من چرا گفتم این گابرو؟ شاورم کارش نافکرگی نه. ما شاورم نافکرگی. گلبهار با مقیم جان نوگپی هستید یا نه؟ چایتون هم خودتان باید بودن. گرم و داخل دیدم کدگی. خونه گروهتان باید. چند کیلو وزن دارید؟ یه بار اومده برداشته میبینم. نپی گلبهار یک قسمت بزرگ هست. سوالهای مخلصان من خیلی زیاد بود قسمه را قیچ کردم همون قسمه را که مضمونی تکرار داشت. اگر شما کوتاه جواب دهید کوتاه ما شما رو به توی جواب میدیم. خب. اگر شما دراز جواب دهید بدیلتان نگاه. ما اینا خیلی کرده میتوانم سوال. بله چرا نه. خب دوستان عزیز سوالهای مضمونی تکرار قیچ کرده می شود و آنهایی که پرسیدن که گلبهار چرا از خندی کمان رفته است خیلی زیاد پرسیدید. من فکر میکنم که شما از قسم اولی برنامه البته جوابی مکمل رو گرفتید. من آن سوالهای شما رو واگذار نمیکنم با اجازه شما. رمزولا مینویسند سلام سلیم جان خدا نگهبانتان باشد. شما سلامی من به پی گلبهار این است و سوالم هم چنین است که شما اگر دعوت کنم به خندین کمان میروید یا اینکه نه؟ سوال از غریبه. مصلحت میکنیم. فهمم. محفظ مینویسند اگر به خندین کمان دوباره دعوت کنم برمیگردید؟ مصلحت میکنیم. صبر. مصلحت سخت میکنیم دویمش. بله. سوم سوال هم خیلی؟ نه. مصلحت با مصلحت میکنیم. بله شاید که برگرده. صبر میپرسند سلام اپی گلبهار شما با پنجکن آماده اید به شما مقبول شد؟ البته بنیاد شهری زیبا بنیاد یک تاریخی خود رو دارد که باور کنید یک اونجا نیست. من اون سریزبم رفتم و شهری پنجکنتی کونه بام رفته بودم. شما رفته بودید؟ بله. بنیاد عجیب زیبا بهترین جاهایی که پنجکن دارد این هفکل همه ما با ما رفتگی پنجکن زیبا. بله. خب تشکر زیاد ادامه میدیم. عمرف می‌نویسند السلام علیکم گلبهار بچه یک تا خودتون چند تا سامبوسه همبروی میخورید؟ یک و نیم تا راستش کتی یک و نیم تا تمام. همون فکر میکنم دو تا سه تا نه. من پیش من بنا که دیدم یک بچه راستیگا سه تا سامبوسه پیشش موندگ من گفتم نخود که همین هر سش خودش خورد گفتم که نه یک چه خورده دو تا شخ پیچونده رفت. لیکن من یک و نیم تا میخوردی از زور بگم. من یک و نیم تا خوردم. فهمم تشکر. خوراک دویم هم تیار عزیزم. چی دیگه؟ خوراک دویم تیار. دویم؟ شما دوست می‌داشتگی بر این دوست عزیزم. میدونید انا همون دومی ماهی را در ساوسی تندکک پختگی باور کنید. خب عبدالله خان می‌نویسند سلامی گرم و جوشان از شهر اسفره دهه سرخ با اپی گلبهار. از اپی گلبهار پرسیدنیم که چند فرزند دارید و سوال دومی من این است که معاش ماهانه‌تان چقدر است؟ سلامت باشید پیشکی رحمت نوشتم. سلامت باشید تشکر زیاد. من یک فرزند دارم پسرچه‌ام. بله. این سال خدا خواهد به مکتب میرود صنف یک. معاشم از سویهای شما وابسته است اینا؟ نپرسیدم. خب البته اصلا یک چیز هست که معاشی گویم که هنرمند یک معاش معین نیست. اگر اداره دولتی باشد کارخانه باشد میگه پی دیگر است. مثلا وابسته به کنسرت وابسته به توی وابسته به مهمانی وابسته به گویم که دعوت و غیره و غیره. البته بله اگر مثل ما در برنامه‌های بیموز دعوت کردن گیرن اگر فکر کنید باور کن از خودت راست خود میکنی از خودت وای میکنی اگه اون چی پول گاز گویم که با ماشین ریخته میاد 4.5 ساموشدگی میباشم. خب تشکر. اقلا خانچای هم نه هم تو آب این بی پولی هم خیلی. من چرا گفتم این گابرو؟ خب تشکر اپی گلبهار. سامبوس گفت نکنم سامبوس چی کنم از من گوش نماز مشکلی نیست میرم پس از برنامه میرم مشکلی نیست. بله چرا؟ خب تشکر زیاد. اگر نبرم من در یوتیوب میگم که نبردن اما به توی هم نمیروند. من وقتی که با خب مشکلی نیست اپی گلبهار اگر امروز به توی روید دیگر روز من شما رو با خوراک نصف روز دعوت میکنم یک مشکلی نیست. خب من قصدار جیمز تی جی می‌نویسند اگر شما بیایید چران با جان و دل باور کنید با جان و دل. جیمز تی جی می‌نویسند سلام گلبهار بچه سرودی فربه کی مرا سراید این سرود ایده کی بود پیشکی رحمت؟ نظام جان عزیزموف کی خوندگی سرود؟ بله. فربه کی من خرابه کی من. بله. این اصلا ایده نظام جان بود که همین چرا با من وای کردن همین سرود یک جای خونیم گفته بعد
در کنسرتش خوانده بودیم. فر یکی من وای وای خرابکی من وای وای فر یکی من وای وای خرابکی من وای وای باید کلیپ کنیم بودو نمیدونم از بس که چی وای نشد کلیپ ولی نکردیم. همین. اما کلیپش نیستن. بله. آن رو نمیسرایدیم روز. نظام جان گفت لیکن ما خوش شد. راستی گپ ما گفتم سخنوش کمتر ایواز کردیم در آن سخنویی که در سرود بود کمتر چی خیلی یخ سخت‌تر بود. دغلانه بود دغل. کمتر. درستش دغل. همونش من редактировать کرد گفتی خودم که تحریر سالی برای خودم ملایم تر کرد خوشتر کرد خودم خودم تعریف کرده خودم فهم سلامت باشید تشکر. ایج گروپ می‌نویسن سلام و درود نیساری شمایان باشد مهاجران سلیم جان و مهمانی امروزه گلبهار بوچه. تشکر. سوال چون این است بگویید که تا حال با شوهرتان زندگی دارید و در آخر میندوری خیش را به کاربران نگاهی نام میرسونم چون که بهترین برنامه ما مهاجران از وطن از مهاجران دور از وطن گفتن. تشکر زیاد. مهاجرت بله در مهاجرت هستن نمیشه بپیش گفتن همه هم با من راستی که مهاجرت ها از فرصت استفاده برده گفتنی که خودتون رو احتیاط کنیدتان همه وقت دانیدتان که پدر و مادرتان خانواده‌تان همه انتظار شما هستن برای کار میگویم و چی به ناگو میگرفتگی همین تلفن до мене шешки زندگی красный گفته حاضرش به временно زندگی красным временно اگر به ناگو من وای باشه دیگه پیشنهاد باشد مرحمت مصلحت میکنیم. بهترین. تشکر. و بله بعضی سوالایی که گویم که به شما پسند است میتونید که حجوی جواب دهید اگه مشکلی نیست. تشکر. خب تیچه که همینستن سلام به گلی بهار جدا جدا یک لطیفه گنده زورش باشد شود یک دم گیریم با سلیم جان یک صحنه چه گذرانید یا نوشتن اوه نکیم نشد با سلیم جان یک صحنه چه من در کدام ابراز با شما حرف زنم شما می همین تیمی شوار دوام تیمی مالش باشه شما میگید که وای همکورس دوگانه و همکورس هم تو اینقدر کم نما بودی اینقدر خوشرو شدی اینقدر زیبا شدی کارات نظمی شاورت کاری نمیافتم به فکر هم گفت تمام فهمم اون طرف شما میگم یعنی من و شما همکورس هستیم همکورس یک دیگه واخوردیم صحنه برای شما نه بله من نمیدونم اگر من از آتش میبرم یعنی که نه سلام دوستان سلام خیر کرونا همکورسی ما بودیدن شما شناختیدن رحمت کرونا سلامتی خوب شناختم با گویم که زوری شناختم اینقدر وزن گرفتید زیبا در دشت انگشت نگین های تیلو من فکر میکنم شاید تو شوهرتون در یگان جای سیر رفتن کار میکنن چی کار نوکری گفتید می نو کردم میکنم نه شوهرم کار نوکری نه ما شاورما نوکری فهمم همون لطیفه گویم که صحنه چه برای شما. تشکر. خودتون فهمیدم موندگی بله اسد میرسم برای گلبهار چیستون یک میلتیق و دو تیر جوابش چیست؟ امروزه برنامه ما خب یک توی مایده بود دو تیر فهمم. خب تشکر. امیده می‌نویسند سلام و درودی خود را عرض میکنم به هر یک شما. اپای گلبهار این کسب را خودتون انتخاب کردید یا اینکه انتخاب ولیدان بود پیش کسی پاسگزار؟ نه ولیدان вообще ما یکم باری برآمد کردیم و شوک بودم و این همین دختر که خپکی ما میخواد چیز میبرم دست گفته منم راست که دعوای برنامه یک چیزی زور یافتم برای خودم میدونم که حج رو کی انتخاب کرد حج مرا انتخاب کرد گفته بودم همونجا و با حضورم میگم که راست که من حج رو انتخاب کرده نیستم حج هم خیلی من انتخاب کردن خیلی بردن خیلی هم خیلی برده ایستاد است فهمم و از انتخاب حج شما راضی هستید؟ برده هستم خیلی و از انتخاب حج شما راضی؟ البته بله. میرزا می‌نویسند سلام علیکم شما خود را با یگان اکتور خارجی تقلید میکنید؟ پس اون که اگر هم تقلیدی خارجی نه بله اصلا مقلد بودن اونقدر کاری خوب نیست نه بله روی خود رو پیدا کردن البته بهتر است. بله اسم فیلم می‌نویسند اپا جان سلام من مخلصتون برای چیست شما با این فربه شدن
چیکار کنم من فقط خونگی این خراب شدی گفته جنگ میکنم مصلحتی نوشتم پسر دختر پسر پسر از نامشون گویا که پسر چیکار کردنشون در کار می بله خورده رفتن نکرده میخوره خامرم فر بمیشنده فهمم دیله واسه کردن نکرد دیله، بله. دیله اینش جدی بود دیله همین چرکینای گرفته پافتا همین چیزایی نمیرینی گفتی و که نیگاتیفای گرفته پافتا از دیله روشنایی کرده خورساندانه با یک چیزی وقتی زندگی کنن فر بمیشن خدا و یا با من البته تشکر این جدی بود کیفیت را پوزیتیو نکنه دیل رو توسعه کنه بله تشکر 89 فوزیلوف می‌نویسن سلام آقای گلبهار در زندگی از چی میترسید میخوان خراب باشن در آینده چی نقشه ها دارید 3 سوال در یک از زندگی از چی میترسید در زندگی بله از دشمنی از دشمنی میترسم از دشمنی از بخیلی دومی سوالشون این که میخوان خراب باشن بله التماس این سوال من بنه گرید دگانه جان چای گرید چای گرم داره گرید رحمت ای خدا بشکر چایتون هم خودتان باین بوده گرم دا خوز دم کدگی خونو گروهتان باین این سوال با من جواب داده نمیتونم این وزمین برای من خب در آینده چی نقشه ها البته کنسرت هست گفت البته در آینده نقشه داریم یک برنامه تلویزیونی از ثبت میکنیم خدا خواهد ان شاء الله در ماه سپتامبر برنامه اگر دیدگی باشید اما وقتا یک برنامه با خندگیمون درمان بود بله درمان داشت کم تا کوتاه قبلا بود بله ویدیو و با تلویزیونی سفینه هم این چیز رو ثبت کرده بودیم شوخی های کانادانا بود نامش انا همین چیز رو باز ادامه میدیم ان شاء الله خدا خواهد بعدا در ماه سپتامبر یا اکتبر کنسرت نقشه های ما همین بهتره انتظار شوید از اون تشکر خب دو سوالی که گویم که با هم دیگر نزدیک است حسن می‌نویسن گلبهار با مقیم جان نوگپی هستید یا نه سلیم جان به پیش تشکر شهزاد می‌نویسن سلام با گروه خانیکمان حالا هم رفت آمد دارید یا نه خب دو سوالی وزنی خانیکمان با کجا بکی برام واقعا جاشون نمیدونم من کجا خانه‌شون گم گفتی کلبه من ویران است گفتم خسرود میدونید بله کلبه من ویران است کلبه من در کجا است جان در کجا است حرکت میکنم البته من درستی که خودم نباشم خودم که نباشم لیکن خواننده من با مقیم جان در تماس هستن پرسیده میستن مقیم جان با تلفن کرد پرسید خودش درست خواننده‌شون درست میگفته میستم صحبت کرده میستیم گاز میستیم البته در فاصله غیر از من فهمم با واسطه لیکن اگر من جاش نفهمم که او در کجا البته خبرگیری میرم لیکن حضورش من میدونم که انا همون جایی چی ندارم جایی خانی که من زیستش چهلی که من شنیدم نیست وقتی که ما در مرکز جوانان بودیم استودیو در همونجا بود من میدونستم که در مرکز جوانان با در همونجا زیست لیکن وقتی که انا همین ریمونت شد و رفتن به چکالسک تئاتر پوشکین انا همونجا حضور فهمیدم که از اونجا هم رفتن حضور در کجا انا همون سرود برای خانیکمون کلبه من ویران است کلبه من در کجا است خوب تشکر خب گلبهار بچه شما چند ساله اینه بینید گلبهار بچه شما چند ساله میرسن شهنازه خان جواب میگوید اصلا گویم که از زن نمیپرسن سن سال خب شهنازه معذرت خب عزیزوف میپرسن 4 سوالی بگویم که بازم نزدیک عزیزوف میپرسن سلام اپا آیا اینقدر فربهی با شما پسنده است سوال از غریبی معالکه گفتیم اسد می‌نویسند سلام سلیم جان اکا سوالی من به گلبهار اپا چند کیلو وزن دارید باید دارم اپام با این سوالم زیغ نمیشوند اگر امکانیت باشد به نام من یک لطیفه گفته گذارید اپا جانم خیلی دوستتون دارم نوشتند فرهاد می‌نویسند که گلبهار بچه شما چند کیلو 200 کیلو هید می سلیم جان و پیش نوشتند با الهامیدین نویسن که سلام اپا در اینستاگرام ما سلام اپا من از شهر حصار شادمان میخواستم فهمم که شما چند کیلو وزن دارید قدر همین سوال یه بار اومده برداشته میبینم یه بار همون چند کیلو گفت یه بار دلشون به فکرم میبرداشتگی یا دلشون میتونم گفتگی که پاسته برای همین لیکن
нормальный варнам. Фамо, кӯшиш кунед медавонед. Вақти КВМ баро ман мекардам, ман мегуфтам ки главное вес мегуфтам амуҷоба. Агар як дидиги бошид, як барнома шад. Бале. Ам хел юмор чи прикол мебуроду, баъд ман мебуромам пеши ҳамаш престода. Главное вес мегуфтам амуҷоба. Фамо. Худро мегуфтам гӯйда. Бале. Ташаккур. Хуб, Фирӯз менависанд: салом Салимҷон, ин саволро ҳатман ба Гулбаҳор расонед. Бо Муқимҷон Абдуфаттоев барба мегиред ё не? О не, ҳозирба не. Ҳозир ва весшон калон шудаги. Мана почақ мекунанд. Не. Ва пеш даврои пеш ага мебуд, солҳои 2003, 2004, 2005 анамунҷа мешуд барба ба ҳа. Чунки ва ё қариби Салимҷон буда? анамун пушти камера бештан ко оператор майдача манам сари компютер ба. Ҳамун кас боим буданда вай кас. Неш мо боянам, не вай кас боим буда. Харобчи майдача буданда. Бura ҳамун вай вақт мешуд. Пачақ карда. Шикаста мешуд. Ҳозир не, илтимос ҳозир. Мухлисои ман чӣ хел саволо метавонанд? Аҷоиб, саломат бошед то не. Ташаккур. Хуб, Фарҳод менависанд: шумо чанд шавҳар кардед дар Гулбаҳор? О. Не, маъзарат, соли чанд шавҳар кардед? Соли чанд? Парсон додам, бо шӯба додам, мана гуфтам. Беман чӣ мана шӯба додам? Хонам куҷоба? Соли чанд буда? Соли 2012, 1 июн. Рӯзи кӯдако. Бале, фиттаҳои тӯи Гулбаҳор баромада буд. Башкарам рӯзи кӯдако ки ман назм мебинам, рӯзи кӯдако ба гирифтагӣ будем тайёр. Фаридун, савол чунин аст: салом, бо Искандар Қаландаров рафту омад доред ё не? Ба хандикамон баргаштани шуморо бесаброна мехоҳанд ҳама навиштанд. Саломат бошед мухлисони азиз, раҳмат. Ман гуфтам ки оли зими пеш гуфтам ки фарқаш не ки дар куҷо ман бошам, дар кадом театр. Муҳим он ки ман бо шумо ҳастам ва баромадҳои мо бо шумо ба шумо пешкаш мекунам. Албатта кӯшиш мекунам ки ана ҳамун ин қадар хандикамо бомонанд набошадам, лекин кӯшиш мекунам ки ана ҳамун ҳаҷви Гулбаҳор бошад. ҳаҷви Гулбаҳор бошад, ҳаҷви Сулаймон бошад. ҳаҷве ки ана ҳамун шуморо дӯст медоридтон дар ҳамун хандикамон дидаед, дар ана ҳамун театр студияи Коно Гулбаҳор Доно ва Сулаймон бинед. Бале. Мухлисони азиз. Ва бо Искандар равод доред? Искандар, албатта ман дирӯз дар тӯи қати ҳамроҳ будем, як ҷое будем. Бениҳоят бачи аҷоиб ва бача. Як чӣ хел ки мегӯянд? Хап да, хап. Ами савол ти савол ба ҷавоб метиҳад. Ами гап зани гап мезанад. А так дигар вақто бача аҷоиб бача вай. Мо ҳамроҳ рости ка бисёр сафарҳои ҳунариам буд, сафарҳое ки дар Душанбе, дар Кӯлу буд, дар дигар ҷоҳо вақте ки гурӯҳи Иқбол буданд, дӯстӣ доштем ва бисёр дӯст медорам, бачаи беҳтарин ҳастанд. Ташаккур, саломат бошед. Апаи Сулаймон рафтанд. Акаи Сулаймон рафтанд. Сали хато шудагӣ. Бале. Акаи Сулаймон. Бо Муқимҷон шита маслиҳат карда, як ҳалли худро ҳамин ёфтанаш дар кор ин чиз. Апаи Гулбаҳор мепурсанд ки Ғолибҷон сермасъултар ё ин ки Искандар? Бовар кунед, ягонташ. Лекин хӯрока ман нормалӣ мекушам. Шумо шавҳартон иваз мекардагӣ мегуфтагӣ гапо азна? Бале.